مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. قال رسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي رواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر، أو كما قال: صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. در جلسات اخیری که پیرامون خلیفه دوم اسلام سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه قرار داریم، در این جلسه پیرامون سخنان ارزشمند بالا و والای سیدنا عمر، فقط شمه و قطره از اقوال زیبای سیدنا عمر بیان میکنیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، همانطوری که در جلسات گذشته گفتیم، سخن سیدنا عمر سخنی است که الله سبحانه و تعالی در موارد مختلف در قرآن آیات داریم که بر تایید قول سیدنا عمر نازل می شود. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه از اکابر صحابه هست، از بزرگان صحابه هست. رسول نازنین صلی الله علیه و سلم می فرمایند: علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. سیدنا عمر از جمله خلفاء الراشدین هست، خلیفه دوم. قبل از اینکه پیرامون ارشادات و سخنان زیبای سیدنا عمر بپردازیم، حدیثی که روایت شد مختصراً بیان میکنیم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: ان الله جعل الحق، الله سبحانه و تعالی گردانیده حق را على لسان عمر و قلبه. یعنی لسان عمر وقتی حق میگوید و از قلب عمر سخن حق بیرون می شود،
الله سبحانه و تعالی این سخن حق را بر لسان عمر و بر قلب عمر قرار داده است. در حدیث دیگر رسول نازنین صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند ان الله وضع الحق. باز هم همان معنا، الله سبحانه و تعالی حق گذاشته بر زبان و بر لسان عمر رضی الله عنه. پس کلام سیدنا عمر کلامی است که به تعبیر یا به گفته نبی کریم صلی الله علیه و سلم که علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، پس اقوال صحابه، بیانات صحابه، ارشادات صحابه، خصوصا اکابر و بزرگان صحابه بر ما دلیل هست و بر ما لازم و ضروری است که اقوال، گفتار و کردار ایشان را برای خود سرمشق زندگی قرار بدهیم. به حدیث دیگر که نبی کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم، مانند ستارگانی هستند که به هر کدامشان اقتدا شود، وقتی اونها را به عنوان مقتدا قرار دادی و بر ایشان اقتدا کردی هدایت میشوید. سیدنا عمر اقوال زیاده دارند در عرصه های مختلف. اقوال سیدنا عمر در عرصه فرهنگ، اقوال سیدنا عمر در عرصه اجتماع، اقوال سیدنا عمر در عرصه اقتصاد، اقوال سیدنا عمر در عرصه سیاست، اقوال سیدنا عمر در عرصه عدل و عدالت، اقوال سیدنا عمر در عرصه زهد و تقوا و خدا ترسی. پس سخنان سیدنا عمر نمی شود که با یک جلسه و دو جلسه و بلکه چندین جلسه هم که اگر بخواهیم نمی توانیم کل سخنان سیدنا عمر را بیان کرد. پس به شمه و قطره از اون سخنان زیبای سیدنا عمر و ارشادات زیبای سیدنا عمر می پردازیم. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می فرمایند لكل شيء شرف و شرف المعروف تعجیله. تنها وظیفه ما این نباشه که ما سخنان سیدنا عمر را بشنویم و فقط وظیفه ما شنیدن باشه. باید که ما وقتی قول خدا، قول پیامبر، قول اصحاب و بزرگان دین و اینها را وقتی ما میشنویم باید به اونها عمل کنیم، اما مشروط با یک شرط: قول صحابه، قول تابعین، ائمه، بزرگان دین. وقتی اقوال اینها را ما میخوانیم و میشنویم، چی وقت با اینها عمل میکنیم؟ زمانی که اینها مخالفت با نصوص، با قرآن و سنت رسول صلی الله علیه وسلم نداشته باشه. اگر اقوال بزرگان مخالف اقوال خدا و پیامبر بود، آنجا دیگه بر علاوه که ما اونها را قبول نمی کنیم و اونها را نمی پذیریم، عمل هم به اونها هیچ وقت نمی نماییم، چون قولی برای ما معتبره از هر کس که می خواهد باشد که قولش موافق به کتاب الله و سنت رسول الله و یا اینکه مخالف کتاب الله و سنت رسول الله نباشد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می فرمایند لكل شيء شرف و شرف المعروف تعجیله. هر چیز زیبایی دارد و زیبایی کار خیر چیه؟ تعجیل هست. باید وقتی که میدانیم که این کار خیر هست، در این کار اجر هست، ثواب هست، رضایت الله هست، نباید یک انسان مؤمن و مسلمان تأخیر کنه. مثلا در قولی گفته شده، اگرچه بعضی این را حدیث میدانن، حدیث نیست. اگر جای دیدین که گفته شده این حدیث موضوعی هست، اما معنایش صحیحه.
گفته شده عجلوا بالصلاة قبل الفوت، شما عجله کنید به نماز پیش از اینکه نماز فوت بشه. و عجلوا بالتوبة قبل الموت، شما عجله به توبه کنید قبل از اینکه مرگ به سراغ شما بیاید. اما باید بدانیم که این حدیث نیست. اگر جای کسی گفت که این حدیث هست، این حدیث موضوعیه، اما معنایش صحیحه. عجله به نماز قبل از اینکه نماز فوت بشه و عجله به توبه قبل از اینکه مرگ به سراغ انسان بیاید. سیدنا عمر میفرمایند لکل شیء شرف و شرف المعروف تعجیله. دیگر از اقوال سیدنا عمر این است که میفرمایند افلح منکم من حفظ عن الطمع والغضب والهوى یا هوی نفسه. چقدر نکته مهمه. میفرمایند رستگار هست، کامیاب هست از شما کسی که حفظ کنه یا حفظ بشه، خود را حفظ بکنه یا حفظ بشه از چی چیز؟ اول از طمع، خود را حفظ بکن، طمع نکن، دست طمع را دراز نکن. وقتی کسی که طمع کرد رستگار نمیشه. سیدنا عمر میفرمایند کسی که خود را حفظ کرد از طمع و الغضب، از خشم، از عصبانیت، وقتی کسی حرف زد و بالآخره، اما باید این را بدانیم که عصبانی شدن و غضب در مقابل این که اگر میبینیم کسی فرمان الله را ترک کرده و دستورات الله را شکسته، انسانها را بالآخره به طرف کفر و شرک و اینها دعوت میکنه، با چنین شخصی دیگه غضب باید بشه. چون در قرآن میگه واغلظ، انسان باید در مقابل کفار و مشرکین اینها باید غضب داشته باشه، شدت داشته باشه. اما این که در اینجا سیدنا عمر میگه کسی که خود را حفظ کرد از طمع و از غضب، یعنی با برادر مسلمان خود خشم نکن، غضب نکن، با اطفالی که داخل خانه هست، با فامیل، با خانواده. والهوی نفسه، و همچنین کسی که حفظ کرد نفس خود را از هوا و هوس، این چه کار میشه؟ این رستگار میشه. اقوال سیدنا عمر وقتی که میخوانیم مرتبط هست با آیات قرآن. قرآن چی میگه؟ یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الى ربک راضیة مرضیه. همچنین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند لا ينبغي لمن اخذ بالتقوى او تزين بالورع ان يتواضع لصاحب الدنيا. سبحان الله. اگر اقوال سیدنا عمر سرمشق زندگی ما انسان ها بشه، خوشبخت دنیا و آخرت میشیم. چون سیدنا عمر تربیت شده کدام مکتب هست؟ فارغ التحصیل کدام مکتب و مدرسه هست؟ فارغ التحصیل مسجد النبوی صلی الله علیه وسلم. زیر دست کی سیدنا عمر درس خوانده؟ استادش کیست؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. سیدنا عمر می فرمایند مناسب نیست کسی که گرفته تقوا را و مزین شده به تقوا، انسان متقی هست، پرهیزگار هست، حالا این انسان مناسب نیه که در مقابل اهل دنیا تواضع کنه. آنهایی که فریفته دنیا هستند، آنهایی که غرق دنیا هستند، آنهایی که آخرت را فراموش کردند، هم و غمشان دنیا هست، برای انسانهای متقی و پرهیزگار مناسب نیه که با اهل دنیا تواضع کنن. قرآن اشاره میکنه فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. چی بسا یا بعضی از مردمان هستن که فقط از خدا دنیا طلب میکنن، آخرت را فراموش کردن. الله میگه و ما له فی الاخرة من خلاق. در آخرت دیگه برای اینها هیچ بهره نیست. پس برای انسان متقی و پرهیزگار مناسب نیست که با اهل دنیا تواضع کنه. دیگر سیدنا عمر میفرمایند
از سخنان ارزشمند سیدنا عمر: من ذهب حیاؤه مات قلبه. از کسی که حیاءش دور بشه قلب از او میمیره. حدیث رسول نازنین صلی الله علیه و سلم: الحیا شعبة من الایمان، شعبه از ایمان هست. وقتی یک شعبه از ایمان کم شد، آهسته آهسته درخت ایمان رو به خشکیدن هست. و دیگر این که از اقوال سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه پیرامون مسائل اجتماعی و پیرامون مسائل دینی گفتیم که زیاد هست. ادامه این که همچنین پیرامون مسائل اقتصادی اقوال سیدنا عمر چیست، بعد از میان برنامه انشاءالله بیان خواهیم کرد. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. خدمت همه عزیزان مجددا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون سخنان ارزشمند سیدنا عمر رضی الله عنه، دیگر این که سیدنا عمر می فرمایند: یا معشر القراء. در یک قول آمده که می فرمایند یا معشر الفقراء. ببینین یک تعبیر سیدنا عمر فقرا را مخاطب میکنن، به یک تعبیر قراء یعنی علما، قاریان قرآن. چی زیبا میگن: ارفعوا رؤوسکم، بلند کنید سرهای خیش را. لا یزید الخشوع، این که شما وقتی که در بازار و در کوچه و در اینها گشت و گذار میکنید، سرهای شما پایین هست و این جسم خود را شما در حال بالآخر شل بودن و در حال گردن پایین و کج کردن فکر میکنید این تواضع هست، این خشوع هست. نه، این را بدانید که خشوع چیست؟ علی ما فی القلب، او چیزی که در قلب هست او را خشوع هست. خشیت الهی در قلب هست. نباید گردن شما کج باشه، نباید بالاخره وقتی که در بازار و در کوچه و در محفل و در مجلسی می نشینید از جسم خود نشان بدهید که من انسان متواضعم، انسان بالاخره. خیر، انسان مؤمن باید انسان قوی باشه، انسان شاد باشه، انسانی باشه که در دنیا و آخرت انسان مؤمن و مسلمان سرفراز و سربلند باید زندگی کرد. سیدنا عمر میگن که یا معشر القراء، و در قول دیگر آمده یا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسکم، سرهای خود را بلند بگیرید، سربلند زندگی کنید. این سخنان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه. از سخنان سیدنا عمر
این که میفرمایند ینبغی للرجل ان یکون فی اهله مثل الصبی فاذا التمس ما عنده وجد رجلا. الله اکبر، چه تعبیر زیبا، چقدر هر آن سخن که از زبان سیدنا عمر بیرون شده، لا اله الا الله، لا اله الا الله. این سخنان ارزشمند باید با آب طلا نوشت و بر در و دیوار نصب کرد تا اینکه فوز و فلاح و رستگاری نصیب امت اسلامی و انسان و انسانیت بشه. میفرمایند ینبغی لرجل، مناسب است برای مردی. مرد چگونه باید باشه؟ مرد باید با اهل منزل خود چگونه رفتار کنه؟ باید مهربان باشه، مثل کودکان. رفتار کودک چقدر مهربانه هست، چقدر در او مهر و محبت هست. بعد میفرمایند فاذا التمس ما عنده وجد رجلا، زمانی که از او چیزی طلب میشه اگر به نزدش هست باید برای اهل خود مردانوار باید مصرف کرد. او چیزی که در توانش هست باید مردانه رفتار کنه. باید داخل خانه با اهل و عیال خود اخلاق نیکو داشته باشه. سرمایه داره از سرمایه خود مصرف کنه. علم داره باید علم خود را برسانه. بعضی انسان ها توان مالی دارن ولی متاسفانه هیچ توجهی به زن و به فرزند و برای اقارب و به خویشاوندان و چی برسه برای دیگر مسلمان ها. این سرمایه چی به درد میخوره؟ سیدنا عمر میفرمایند فاذا التمس ما عنده وجد رجلا، وقتی از او چیزی طلب میشه، وقتی طلب شد دیگه او چیزی که در توان از او هست مردانه رفتار میکنه. این مرد هست، این نشانه مرد هست که رفتارش نسبت به خانواده اش و اهلش مردانه وار هست، مهربانانه هست. دیگر این که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند علیکم بذکر الله فانه شفاء و ایاکم و ذکر الناس فانه داء. متوجه باشید که یاد خدا شفا هست. قرآن هم میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. اقوال سیدنا عمر از کجا سرچشمه میگیره؟ از قرآن و احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم. سیدنا عمر وقتی این حرف ها رو میگه خود شاگرد مکتبی بوده که در اونجا قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم تدریس میشده و تفسیر میشده و معلم بشریت نبی کریم صلی الله علیه و سلم که میفرماید انما بعثت معلما، من به عنوان معلم فرستاده شدم. سیدنا عمر این اقوال و این سخنان از او مدرسه و از او جایگاه کسب کرده. سیدنا عمر میگه متوجه باشید که یاد خدا شفا هست، روح و روان قلب انسان ذکر جلاه میبخشد، یاد خدا، تلاوت قرآن. و اما تعریف و توصیف اشخاص مرض هست. کسی را زیاد تعریف کردی، توصیف کردی، اگر قابل تعریف و توصیف نبود او مرض هست. همچنین در قول دیگر سیدنا عمر میفرمایند اگر ما ساعتها به یکی از این اقوال اختصاص بدیم هنوز هم جای بحث داره، ولی سریع بیان میشه که ما با این اقوال آشنا بشیم. سیدنا عمر میفرمایند جالس التوابین فانهم ارق افئده. سبحان الله. مجالست با کی داشته باش؟ همنشینی با تائبین داشته باش. به خاطر چی؟ دلهایشان نرم هست. کسی که گناه کرده و تائب شده دل نرم داره، چشمان پر از اشک داره. با تائبین بنشین، با اونهایی که
توبه کردن، چه کار میشه؟ دلتو نرم میشه و تو هم از جمله کسانی میشی که تائبن. در قول دیگر سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند اذا توجه احدكم في الوجه مرات او 3 مرات فلم ير خيرا فليدعه. سیدنا عمر چقدر انسانها را متوجه می ساختن با این اقوال خود. می فرماین هرگاه توجه کردی و چندین بار به کار روی آوردی، در یک بار قول آمده که مرات، در یک قول آمده 3 مرات، یعنی در یک کار 3 مرتبه مراجعه کردی و رجوع کردی و او کار را انجام دادی، اگر در از او خیری ندیدی، اگر خیری نبود، چه کار بکن؟ بهتره که او را ترک کنی. گفتیم که سخنان سیدنا عمر پیرامون اقتصاد، وقتی یک برادر یک معامله را انجام داده، بیع و شرای را انجام داده، اشیا و اجناسی را خرید و فروش داره، چندین مرتبه خرید و فروش کرده ولی خیر ندیده، منفعت ندیده، سیدنا عمر میگه وقتی که چندین مرتبه از این معامله و از این کار خیری به دستتو نرسید، این را ترک بکن، برو دنبال وظیفه دیگر، کار دیگر. الله سبحانه و تعالی دروازهای خیر به روی تو باز میکنه. قول دیگر سیدنا عمر، قول امیر المؤمنین فاروق اعظم، لا اله الا الله، چقدر زیبا میگن. میفرماین رحم الله امرأ، رحم کنه الله سبحانه و تعالی بر شخصی که اهدی الی عیوبی، الله اکبر، رحم کنه الله سبحانه و تعالی بر او کسی که عیوب مرا برای من بیان میکنه. خیلی مهمه. اگر امروز کسی بیای عیب ما را بگه، شاید ناراحت بشیم. سیدنا عمر دعا میکنن، میگن خدایا رحم کن به حال او کسی که عیب مرا بیان میکنه. اگر ما این سخن سرمشق زندگی خود قرار بدیم، کسی که عیب ما را بیان میکنه، عیوب ما را مطرح میکنه، برای انسان میگه. البته این نکته را باید مد نظر داشته باشیم. بعضی انسان ها در یک محفل، در یک جمع استاد بشه عیب یک نفر بگه، در حقیقت ای با آبروی شخص بازی کرده. انسان مؤمن، مسلمان، متدین، متقی و پرهیزگار وقتی عیبی از برادر مسلمان خود، خواهر مسلمان خود میبینه، او باید در یک جای تک و تنها برایش بگویه که برادرم، خواهرم، این عیب در وجود توست، خود را اصلاح کن. اگر عیوبی در وجود من باشه میتوانی برای من مطرح کنی. این را میگن ایمان. اما در یک محفل، در یک جمع، در کنار سایر دوستان با آواز بلند فلانی تو این عیب را داری، اینجا دیگه تو مورد رحم خدا قرار نمیگیره، مورد قهر پروردگار قرار میگیری که به آبروی یک مسلمان دست انداختن و بالاخره آبرویش را، عزتش را، شرفش را زیر پا کردن، این گناه عظیم و بزرگ هست. سخنان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه در عرصه اجتماع در اینها زیاد هست. چند قول از اقوال سیدنا عمر پیرامون اقتصاد. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه همیشه تأکید بر این داشتن که اقتصاد جامعه خوب بشه، در جامعه امن باشه، امنیت باشه، رعیت سیدنا عمر آرام زندگی کنه. سیدنا عمر شب نمیخوابید تا رعیتش بخوابه. سیدنا عمر گرسنگی میکشید تا رعیتش سیر باشه. سیدنا عمر رنج و مشکلات و مشقت را در حیات خود تحمل میکرد تا رعیتش بدون رنج و مشکلات و مشقت زندگی کنه. سیدنا عمر در عرصه اقتصاد میفرمایند حرفة يعاش بها خير من مسألة الناس. حرفه، کسب و کار بهتره از سوال کردن، از به اصطلاح گدایی.
برو کار بکن، برو یک کسب یاد بگیر، یک هنر یاد بگیر، از آبله کف دست نان بخور. این خیلی بهترتره. اشخاصی که گدایی میکنن، دست دراز میکنن، او کسی که حتی سرک ها را جاروب میزنه، حتی در جای موترها را میشویه، خیلی این درآمدش با عزتتر و با افتخارتر از او کسی که میای دست دراز میکنه. سیدنا عمر نمیخواست جامعه اسلامی یک جامعه گدا باشه، سوال کننده باشه، دست دراز بکنه. سیدنا عمر تشویق میکرد که بروید یک کسب یاد بگیرید. از اقوال دیگر سیدنا عمر اینه که میفرمایند اقلل من الدین تعیش حرا. الله اکبر، چی سخنانی. و اقلل من الذنوب یحن علیک الموت. اگر انسان قرضدار کمتر باشه، در دنیا قرضدار نباشه، خود را قرضدار نکنه، وقتی قرضداری کمتر بود چه کار میشه؟ تعیش حرا. انسان زندگی میکنه آزاد، هیچ وقت غم نداره، تشویش نداره. و میفرمایند که همچنین که دین انسان وقتی قرض کم بود زندگی آزاد به دست میآیه، وقتی گناه کم بود مرگ برای انسان تخفیف داده میشه، مرگ سبک میشه، انسان رو به طرف آخرت آرام و آسوده حرکت میکنه. در قول دیگر سیدنا عمر میفرمایند اذا توجه احدكم في الوجه، که قبلا بیان شد، وقتی به کار روی آوردی، به معامله رو آوردی چندین مرتبه، اگر در او خیری نبود عوض بکن و بالاخره کار دیگری، وظیفه دیگری، بیع و شرای دیگری، بالاخره رو به معامله دیگری بیاور. از اقوال سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دیگر این که سیدنا عمر می فرمایند لا تنظروا الى صيام احد ولا صلاته. خیلی مهمه. میخوایم اشخاص رو بشناسیم، سیدنا عمر میگه به این طریق بشناسیم. جامعه امروزی ما اشخاص فلانی نماز زیاد میخوانه، روزه زیاد میگیره، شاید ما از دریچه نماز و روزه شخص خوب ببینیم. خب طبعا انسان خوبیه ظاهرا، اما نماز و روزه کو ارتباط به مردم نداره، ارتباط با خدا داره، ارتباطش با خدایه. حالا ما میخوایم که یک شخص رو بشناسیم، با او خیشی کنیم، با او معامله کنیم، با او نشست و برخاست کنیم. سیدنا عمر میگه وقتی که میخواین یک شخص رو بفهمیم که انسان خوبی است یا انسان بد است، لا تنظروا الى صيام احد ولا صلاته. شما نظر به صیام صلات از او نکنیم، ولكن انظروا الى صدق حديثه اذا حدث. الله اکبر. سیدنا عمر میفرمایند وقتی میخواید کسی را بشناسید نظر کنید به سوی سخنانش. وقتی حرف میزنه راست میگه. و امانته اذا اؤتمن. نگاه کنید که انسان امین هست، امانتی به او سپرده میشه، به این خیانت نکرده، خیانت نمیکنه. نکته سوم چی؟ و ورعه اذا اشفا. یعنی چی اذا اشفا؟ یعنی اذا اقبلت الدنیا، یعنی کاملا شما نگاه کنید وقتی دنیا به طرفش میایه، یعنی در معاملات از این نگاه کنید، در بیع و شراء نگاه کنید، با خرید و فروشش نگاه کنید، با اونهایی که با این شخص معامله کردن از اونا پرسان کنید این شخص چگونه هست، روش مردانگی داره، در بیع و شراء خود صادق هست، امین هست، چگونه هست. سیدنا عمر میفرمایند که شما وقتی میخواید یک شخص را بدانید که انسان خوبی است یا انسان بدی است، شما اکتفا به صلات و به صیام از او نکنید، بلکه نگاه کنید که این انسان وقتی حرف میزنه صادقه، وقتی امانت به او سپرده میشه امین هست، وقتی بیع و شراء داره در معاملات خود انسان متقی و پرهیزگار هست. این انسان رو به این طریق بشناسید.
سیدنا عمر در قول دیگر میفرمایند لو کان الفقر، چون بحث اقتصاد هست، سخنان سیدنا عمر در عرصه اقتصادی، لو کان الفقر رجلا لقتلت، اگر من بدانم، اگر لو کان الفقر، اگر باشد فقر یک مردی، یعنی انسان فقر تبدیل بشه به یک مجسمه، به یک انسانی، من چه کار میکنم؟ هر آینه او را میکشم. یعنی سیدنا عمر میخواد این را بفهمانه که من همونطوری که با کفار، با بالاخره با ملحدین، با اینها مبارزه میکنم و شمشیر برمیدارم، اگر فقر به مقابل من قرار بگیره و اون را ببینم و تبدیل به یک مردی بشه، من او را میکشم. یعنی میخوایم جامعه رو متوجه بسازه که جامعه اسلامی نباید یک جامعه فقیر باشه. جامعه اسلامی باید تحرک داشته باشه، باید حرکت داشته باشه، باید بالاخره دست بازی داشته باشه. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ید العلیا خیر من ید السفلی، دست بالا خیلی بهترتر از دست پایین هست. یعنی چی؟ یعنی این دستی که چیزی میدهد این خیلی بهترتر از این دستی که در پایین چیزی را میگیرد. اقوال سیدنا عمر پیرامون اقتصاد زیاد هست که انشاءالله بعضی از نکات سخنان سیدنا عمر و اقوال سیدنا عمر پیرامون اقتصاد و همچنین پیرامون سیاست، اقوال سیدنا عمر در عرصه سیاست که یک انسانی وقتی قدم میگذاره در راه سیاست، اقوال سیدنا عمر را مد نظر داشته باشه. یک انسان مؤمن، مسلمان، متدین. به هر حال الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که اقوال این ولی خدا، سیدنا عمر یکی از اولیای خداست، یکی از اولیای خداست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بر ما الله توفیق بده که اقوال اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم، خصوصا سخنان سیدنا عمر را برای خود سرمشق زندگی قرار بدهیم و به اینها عمل بنماییم تا خوشبخت دنیا و آخرت بشیم. انشاءالله ادامه بحث که سخنان سیدنا عمر در باره اقتصاد و سیاست هست انشاءالله به جلسه بعدی بیان خواهیم کرد. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.